افسانه بزرگ جینگیلپا بود نبود در یک مکان بزرگ جینگیلپایی بود. بزرگ 7 بچه داشت. الولک، بلولک، خشتک سری تنورک، تاق چپرک، میخ چپرک، بالا شینک، ته شینک. بزرگ هر پگاه به دشت و صحرا می رفت و به چاخش علف و پیستانش شیر و به دهانش آب گرفته می آورد و در خانهش را تق تق کرده می گفت: الولکم، بلولکم، خشتک سری تنورکم، تاق چپرکم، میخ چپرکم، بالا شینکم، ته شینکم، در را گشایید. در شاخم علف، در دهانم آب، در پیستانم شیر آوردم. تهشینک در پس در پایده می نشست، زنجیر در را می کشاد. الولک و بلولک از میان خانه تاخته می آمدند. خشتک سری تنورک از بالای تنور، تاق چپرک از تاقچه خانه می فرامدند. میخ چپرک از سر میخهای دیوار پایان می فرامد. بالاشینک از تابدان جهیده می فرامد و بوزیچه ها گردی آتششان گرفته آب و علف و شیر می خوردند. روز سگ از پیش خانه بزرگ جینگیلپا می گذشت. آواز بزرگ را شنید. بزرگ در خانه‌اش را تق تق زده می گفت: الولکم، بلولکم، خشتک سری تنورکم، تاق چپرکم، میخ چپرکم، بالا شینکم، ته شینکم، در را گشایید. در شاخم علف، در دهانم آب، در پیستانم شیر آوردم. بوزیچه ها در را گشادند. بزرگ به خانه‌اش درآمد. سگ روز دیگر همین که بزرگ رفت آمد در خانه را تق تق زده گفت: الولکم، بلولکم، خشتک سری تنورکم، تاق چپرکم، میخ چپرکم، بالا شینکم، ته شینکم، در را گشایید. در شاخم علف، در دهانم آب، در پیستانم شیر آوردم. تهشینک گوش کرد که آوازی آتش گفت: تو آچه مایان نیستی. آچه ما حالا رفته زود نمیاد. رفت بیهوده آور نشو. سگ ناامید شده رفت. در همین زمان در همان مکان یک گرگ و یک شغال هم بودند. گرگ و شغال هم فهمیدند که بزرگ 7 تا بزغالچی خوش‌ترک و فربیکک دارد. شغال آمده در بزرگ تق تق کرد. بزغال‌ها آواز شغال را شنیده فهمیدند که این آواز آتششان نیست، در را نگشودند. بعد گرگ آمد. گرگ در را کوفت و گفت: الولکم، بلولکم، خشتک سری تنورکم، تاق چپرکم، میخ چپرکم، بالا شینکم، ته شینکم، من آشتا میشم، در را گشایید. در شاخم علف، در دهانم آب، در پیستانم شیر آوردم. تو آچه مایان نیستین. گفت تهشینک: آواز تو دیگر است. رفت بیهوده آور نشو. در را نمیکشیم. با من آچتا میشم، در را گشایید. گفت گرگ این دفعه آوازش را آواز بزرگ کرده: اگر تو آچه ما باشی پایت را نشان ده. گفت به نزدیک در آمده الولک. گرگ پایش را عرصه در دراز کرده نشان داد. تو آچه ما نیستی. آچه ما جینگیلپای و سیاه موی است. پای تو زردی بیزیب. رو از اینجا. در را نمیکشیم. گفتند الولک و بلولک. ای بچه های قابلکم، گفت گرگ، در راه بلای خود دیدم. پایم گلالود شد. زود در را گشایید که علف در شاخم خشک می شود. آب از دهانم، شیر از پیستانم می ریزد. رفت پایت را شسته بیا. اگر مثل پای آچه‌ام شود در را میکشم. گفت خشتک سری تنورک از سر تنور فرانده. گرگ رفته به پایش رنگ سیاه آمده موی پایش را جینگله کرده آمده گفت: تهشینکی در گشایکم، در را گشا. انا پایهایم را شسته آمدم. تهشینک نگاه کرد که پای گرگ به پای آچه‌شان مانند است و در را گشاد. گرگ در آمده تهشینک را خورد. الولک را خورد. دید که خشتک سری تنورک در پشت تنور پنهان است. تاق چپرک به تاقچه، میخ چپرک به سر میخ جسته برآمدند. بالا شینک در تابدان پنهان شده است. گرگ همه آنها داشته خورد و دماغش چاق شده خنده کرد و سرود خوانده برآمده رفت. یک وقت بزرگ آمده دید که در خانه‌اش گشاده. نه الولک است و نه بلولک، نه تهشینک است و نه بالا شینک، نه میخ چپرک است و نه تاق چپرک. با پشت تنور نگاه کرد که خشتک تنورک هم نیست. اوه بچه های نادانکم، گویان بزرگ علف را از شاخش گرفته مانده، آب دهانش را به کوزه‌چه انداخته، شیرش را به خرمه دوشته برآمده رفت به خانه سگ. و بالای بام سگ برآمده به پاهایش دوک دوک زدن گرفت. به خانه سگ آشنایش مهمان شده آمده بود. سگ برای مهمانش خوراک می‌پخت. ناگاه بام دوک دوک شد و از شیفت خواه گرفتن گرفت. سگ حیران شد و پرسید: کیست در بامک لرزانه کی ما؟ خاک می‌ریزد در آشک یوغانه کی ما؟ آشک یوغانه کی ما شور شد، مهمانه کی عزیز ما کور شد. بزرگ بام خانه سگ را سخت‌تر کوفته گفت: من بزرگ جینگیلپا میزنم به هر دو پا. الولکم را تو خوردی، بلولکم را تو خوردی، خشتک سری تنورکم را تو خوردی، بالا شینکم را تو خوردی، ته شینکم را تو خوردی، تاق چپرکم را تو خوردی، میخ چپرکم را تو خوردی. برو به جنگ شاخی من.
سنگ سرش را از خانه بیرون کرد و گفت ای بزرگ جنگلپا چی میزنی به هر دو پا؟ الولکت را نخوردم، بلولکت را نخوردم، خشتک سری تنورکت را نخوردم، بالاشینکت را نخوردم، تشینکت را نخوردم، تاق چپرکت را نخوردم، میخ چپرکت را نخوردم. نمیبرایم به جنگ شاخ تو نمیدانی که سگ‌ها دوست بزهایم. به خانه شغال رفت. احتمال شغال خورده باشد. بزرگ به خانه شغال رفت. در بالای بام خانه‌اش برآمد و به پایش دوک دوک زدن گرفت. در خانه شغال هم مهمان بود. پس از مهمان برای دسترخوان شغال خاک ریخت. شغال خشمگین شده فریاد زد. کیست در بام که لرزانه که ما خاک میریزد در آشک یوغانه که ما آشک یوغانه که ما شور شد مهمانه که عزیزی ما کور شد. بزرگ بام خانه را شغال را سخت‌تر زده گفت این منم بزرگ جنگلپا میزنم به هر دو پا. الولکم را تو خوردی، بلولکم را تو خوردی، خشتک سری تنورکم را تو خوردی، بالاشینکم را تو خوردی، تهشینکم را تو خوردی، چاق چپرکم را تو خوردی، میخ چپرکم را تو خوردی. برو به جنگ شاخ من. شغال از خانه‌اش بیرون گفت ای بزرگ جنگلپا چی میزنی به هر دو پا؟ الولکت را من نخوردم، بلولکت را نخوردم، خشتک سر تنورت را نخوردم، بالاشینکت را نخوردم، تهشینکت را نخوردم، تاق چپرکت را نخوردم، میخ چپرکت را هم نخوردم. نمیبرایم من به جنگ شاخ تو. بچه‌های تو را غیر از خود کی میخورد؟ به خانه گرگ رفت. جنگیدن خواهی با گرگ بجنگ. بزرگ رفته به بام خانه گرگ برآمد و پایهایش بام رو گم گم زدن گرفت. در خانه گرگ هم مهمان بود. خاک به سر روی مهمان ریخت. گرگ در غضب شد و فریاد کرد کیست در بام که لرزانه که ما خاک میریزد در آشک یوغانه که ما آشک یوغانه که ما شور شد مهمانه که عزیزی ما کور شد. بزرگ در جواب گفت من بزرگ جنگلپا میزنم به هر دو پا. الولکم را تو خوردی، بلولکم را تو خوردی، خشتک سری تنورکم را تو خوردی، بالاشینکم را تو خوردی، تهشینکم را تو خوردی، تاق چپرکم را تو خوردی، میخ چپرکم را تو خوردی. برو به جنگ شاخ من. گرگ از خانه‌اش برآمد و به بزرگ با خشم گفت ای بزرگ جنگلپا چی میزنی به هر دو پا؟ من خوردم الول تو، من خوردم بلول تو، من خوردم خشتکی سری تنور تو، بالاشینکت را من خوردم، تاق چپرکت را من خوردم، میخ چپرکت را من خوردم. میبرایم به جنگ شاخ تو. زود جای جنگت را بگو. بزرگ جای جنگش را گفته به خانه‌اش آمد و خمیر کرد. نان و کلچه‌های شیرمال پخته به پیش استاد آهنگر رفت. استاد نان و کلچه‌های شیرمالی به منظر گرفته نوک شاخه‌های بزرگ را چنان تیز کرد که سنگ را زند شکاف میکرد. گرگ دید که بزرگ به پیش آهنگر رفت و هم به پس بزرگ روان شد. در نزد حولی آهنگر یک گوساله بود. گرگ آن را چاک کرد و دل و جگرش را خورد و بایش را دستاویز کرد و پیش آهنگر آمد و گفت ای آهنگر زود دندانم تیز کن به جنگ بزرگ میرم. آهنگر پاهای گوساله را دیده فهمید که گرگ بنده است گوساله خود است. با شرم کرده پاهای گوساله را هم دستاویز کردند. ایستال من تو را با ساز کنم. گفت استاد دیر است و دندانهای پیش گرگ را یک تک کنده پرتافت و به جایش پون به دانه شد. دندان عقبش را سوهان زده کند کرد. گرگ خسنش به جای جنگ رفت. بزرگ پایده ایستاده بود. گرگ دویده آمده به بزرگ یک باره حمله کرد. دندانهای پیش گرگ یک تا هم نمانده ریخت. دندانهای عقبش به بزرگ هیچ تاثیر نکردند و ضرری نرساندند. اکنون نوبت من گویم بزرگ عقب‌ناکی رفت و یک باره پیش دویده با شاخه‌های چون الماسش و اشکم گرگ چنان زد که شکمش درید و خودش چپه شد و افتاده مرد. الولک و بلولک، خشتک سری تنورک، تاق چپرک و میخ چپرک، بالاشینک و تهشینک همه بچگان بزرگ از شکم گرگ برآمده مادرشان را دیده خرسند شدند. بزرگ بچه‌هایشان را زنده و سلامت دید، شاد شد و خانه‌اش گرفته برد و مراد و مقصد نیکش رسید. همه شما هم به مراد و مقصد نیکتان برسید.